سلام بچه های افسانه دوست و زیبای من و اینک باز فرصت شنیدن افسانه ها فرا رسید. امروز نیز خوانندگان مکتب برای شمایان شعر قرائت میکنند. از این خاطر خواهانم هم ثروت و هم دولت آبادی ای خاندان بر شما ای بانوان. اینک میگذاریم به شنیدن افسانه امروزه من بچه ها قدری وقت نام دارد. در زمانهای خیلی قدیم یک عالم و دانشمند زندگی میکرد. روزی از روزها این عالم ساعت آفتابی اختراع کرد و اون رو برده در میانه شهر گذاشت و به آدمان چطور از ساعت استفاده بردند را آموخت. آدمان باشند به ساعت نگاه کرده از روی آن نقشه میکشیدند و از روی آن کار خود را دوام میدادند. همینطور به کارهای آدمان خیر و برکت در آمد، چون که آنها از روی ساعت قدر وقت را دانسته کار میکردند. از بین سالها گذشت، عالم از عالم گذشت. برای آنکه این ساعت از عالم یادگاری مانده بود، آدمان در گردش دیواری بلند ساختند و با بالایش گنبد ساختند. ساعت که از آفتاب قوت میگرفت از کار کردن باز ماند. آدمان دیگر به ساعت اعتبار ندادند. از کارهای آنها باز خیر و برکت پرید، چون که آنها اکنون از روی ساعت کار نمی کردند. انا بچه های عزیز دیدید قدر وقت چقدر بلند بوده است. باید به قدر وقت رسیم و همه کارهای ما رو از روی نقشه از روی وقت اجرا نماییم. با همین افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خواب شیرین تمنا نموده خیر میگویم.